سلام به تو دوست عزیزم. به یکی دیگه از مدیتیشن های درونی خودت خوش آمدی. امروز میخوایم خودمون رو ببخشیم. میخوایم چشمامون رو ببندیم و به خودمون فرصت دوباره بدیم تا بتونیم دوباره احساس کنیم، زندگی کنیم و خودمون رو همون جوری که هستیم بپذیریم. ازت میخوام توی یک جای آروم که احساس راحتی میکنی، بخواد یه صندلی باشه، مبل یا روی تخته دراز بکشی یا نشسته. مهم اینه که تو آرامش داشته باشی. چشمتو ببند و با هم دیگه 3 بار عمیق نفس میکشیم. 1 2 3. حالا که آروم چشمتو بستی، به این صدای آب گوش بده. احساس کن وسط این جنگل به این زیبایی نشستی. بوی خاک، بوی نم، بوی جنگل، تو وسط این سبزه ها، این درخت های زیبا نشستی. کنار این چشمه و احساس میکنی از تاج سره این آب روان وارد تاج سرت میشه و تمام ذهن، مغز، سرشونه و گردن تو رو شستشو میده و همینطور میاد پایین و تو رو خنک میکنه، آروم میکنه و تو احساس آرامش داری. تو احساس میکنی شناوری، فقط خودتی و روح خودت اینجا. از اینکه داری لبخند میزنی بسیار خوشحالی. از اینکه اکنون آرامش داری بسیار خوشحالی و با خودت میگی خود عزیزم، منو ببخش که بهت کم توجهی کردم، به روحت نرسیدم و امروز اینجا تا بتونم بیشتر به خودم فکر کنم، به روحم برسم
به جسمم برسن. من آگاهانه تصمیم میگیرم، نگاه میکنم و نفس میکشم. بی نهایت سپاسگزارم که امروز خودم را بخشیدم و خودم را همان گونه که هستم دوست دارم و میپذیرم. من با خودم در صلح هستم. جهان هستی با من در صلح است. همه میخواهند که من پیشرفت کنم و من از این بابت بی نهایت سپاسگزارم. من در حال پذیرش خویشتن هستم و راه‌ها را باز می کنم و اجازه می دهم تا جهان هستی راه را به من نشان دهد. من خودم آرامش خودم را فراهم می کنم. حالا توجهتو بیار رو نفساتو احساس کن و دوباره 3 نفس عمیق دیگه با هم دیگه میکشیم. 1 2 3 چشمای زیباتو آروم باز کن. با یک لبخند زیبا روزتو شروع کن. من مطمئنم تو امروز یک روز پر انرژی، پر از اتفاقات خوب داری. ممنونم که امروز هم توی این مدیتیشن شرکت کردی. ازت میخوام اگر از این مدیتیشن، از این ویدیو خوشت اومد، حتما برای عزیزانت بفرستی و پیج منو با لایکت خوشحال کنی. دوست خوبم، روز خوبی داشته باشی.